بنا به اطلاع نشریه‌های محلی از جمله تایشید 24 صبح 6 آگوست سال 2022 ساعت 8:20 در شورای فدرالی سیبیر در نزدیکی شهرک ژلزنودورожный نویه اصولسکویه در ولایت ایرکوتسک روسیه راننده 28 ساله ماشین تمغه تویوتا کارولا که به سوی ایرکوتسک حرکت میکرد به ماشین کیا ریو که از سمت مقابل می اومد برخورده است. در نتیجه راننده و مسافر کیا در جای حادثه جان دادند. رادیوی آزادی خبر داد که در این صدمه مهربان امانوف زاده کونه بودم و خوله او نگینه شراپووا هلاک شدند. مهربان امانوف همگی 22 سال داشته افسر ارتش روسیه بود و تازه از جنگ اوکراین به رخصتی اومده بود است. جمعیت تاجیکان ایرکوتسک حالا در پی به وطن فرستادن جنازه های این جوان تاجیک و خوله اوست. مهربان و خوله او نگینه شراپووا 44 ساله در جای حادثه هلاک شدند و راننده ماشین پسر خولش با جراحت در بیمارخانه بستری شده است. نزدیکان این خانواده در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که مهربان از آغاز جنگ در اوکراین قرار داشت و او را برای دیداربینی پیوندانش رخصتی داده بودند. آنها گفتند که مهربان در جنگ خطرناک زنده ماند ولی با بی احتیاطی یک راننده در مکان امن هلاک شد. علیشیر شیرینوف رئیس جمعیت تاجیکان ایرکوتسک با تصدیق این خبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت حالا ما با کمک سفارت تاجیکستان در روسیه برای انتقال جسدها به وطن آمادگی میبینیم. این یک حادثه ناخوش است که ما تاجیکان را غمگین کرد. برای به وطن فرستادن با کمک کنسولگری آمادگی داریم گفت او. پیوندانشان گفتند که آنها شهروند روسیه بودند و سالها در این کشور زندگی میکردند. در جنگ روسیه با اوکراین صدها زاده تاجیکستان شرکت میکنند. اسم نزدیک به 20 نفر آنهایی که در این جنگ کشته شدند رسانه‌ای شده است. مقامات اوکراین هم سندهای را نشر کردند که شرکت صدها زاده تاجیکستان در جنگ با این کشور را تصدیق میکند. مقامات تاجیک میگویند آنها شهروندان روسیه هستند و با دعوت این کشور به ارتش رفتند.